خب من سلام بکنم همه عزیزان عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی. و امروز موضوع صحبت ما که سخنرانی نیست، گفتگو هست، همین زیبایی و دانایی و نیکویی و غیر از این هم چیزی در دنیا نیست که بخواد درباره‌اش صحبت بکنه. اگه بخواد وقتش رو به نوعی بگذرونه، وگرنه تمام اون چه که در عالم ارزشمند هست یا به زیبایی مربوط میشه یا به دانایی یا به نیکویی. و خوشا به احوال شما که الان دانشجو هستین، دنبال دانایی هستین در درجه اول، دنبال زیبایی هستین در دنبال هنر و دنبال نیکویی هستین که کار خوب بکنین و از خودتون بپرسین مثل استیو جابز. و من اینو میپرسم دائما از خودم میپرسم شب که میخوام برم خونه که کار خوبی کردی؟ اگر آخرین روز عمرت بود بازم همین کار میکردی؟ 30 سال گفته که من 33 سال هر روز به آینه نگاه کردم و خودم رو مورد خطاب قرار دادم که تو اگر که امروز روز آخر زندگیت باشه دنبال همین کار میری یا نمیری؟ و اگر دیدم که جواب منفیه میرم خودم رو اصلاح میکنم که من چی شده که یه کار دیگری رو گذاشتم و بعدم دنبال این کار شد. بنابراین زیبایی و دانایی نیکویی اتفاقا مدل غربیش رو همین آقای استیو جابز ارائه کرد که ببینید میتونه آدم هم در اوج نقطه دانایی که چه باید کرد و چگونه باید کرد، به چه کیفیتی باید موجبات آسایش، فهم، ارتباطات، الان تحولی که در ارتباطات رخ داده اصلا بی‌نظیره. یعنی اصلا قابل تصور نبوده که ما بتونیم یه همچین ثروتی به همه ماها برسیم. ثروت رو از تقسیم کنیم کم میشه دیگه. یه چیز عجیبیه که ما هممون پادشاه شدیم. خلاصه هممون پادشاه شدیم، پادشاه مقتدری که شما هیچ وقت مثلا ملکه ویکتوریا یا لویی 16 چه غلطی میتونید بکنید؟ لویی 16 یه دوش نداشتن اونجا توی همون قصر ورسایشون اینا که بگیرن. اگرم میخواستن یه موزیکی گوش بکنن باید با 1000 زحمت یه نفر موزارتی باختی کسی پیدا میکردن دعوت بکنن. خسیسم بودن، پولم نمیخواستن بدن که اینا رو چند روز توی قصر نگه دارن تا اینکه بیاد مثلا یه تیکه برشون بزنه بره. شما الان با اشارت انگشتتون بهترین کنسرواتوارهای برلین و پاریس و لندن شرکت میکنید. بهترین اجرا کنندگان، بهترین قطعات بتهوون و موزارت و هندل و ماریا کالاس رو میتونید بشنوید. بهترین خطوط میرزا غلامرضا و میر عماد الحسنی و فتحعلی حجاب رو میتونید با انگشتتون بدن این بره اون بیاد، اینا رو تماشا کنید، بزرگ کنید، تماشا کنید. بعد به تمام موزه های دنیا دسترسی دارید. شما میتونید اونجا دنبال میکنید، فلان نقاشی رو میزنید. یه نقاشی هست به نام سنس آف سایت، من یه دفعه زدم برای منظوری میخواستم سنس آف سایت، یه خانمی به نام آن چی نوشته در قرن 19 کشته، یه فرشته است که داره نگاه میکنه، سنس آف سایت. و شما معنی دیدن رو اونجا تو اون نقاشی خیلی خوب حس میکنه که این چطور تونسته احساس معنی من میبینم یه چیزی رو که حالا معلوم نیست چی هست من دارم میبینم. تمام نقاشی ها رو میتونید ببینید، تمام آثار اشعر رو میتونید ببینید. موریس اشعر باید چقدر اون زحمت کشی بره یه نمایشگاهی، تمام اینها جلو دستتونه میتونید سیو بکنید، رو دستتون داشته باشید. اینا رو دست کم نگیریم، خیلی ثروت اینا و همچنین همه ثروتمند باشین. این احساس بکنید که پادشاه هستین، تاج از خوبی آدم سرش میذاره، بقیه تاجا رو برمیدارن از سر آدم. گفت تاج هدهد را ز تاج شاهان را ز تاج هدهدان، وانکه بربسته ز بررسته بدان.
تاج شاهان را ز تاج هدهدان. تو فرق بذار بین چیزی که به خودشون بسته باشن اینکه در اومده باشه. طاووس بال و پرش کار خودشه، نه اینکه یه جایی ببینه بعد نیست بس کنه اون بعد نیست بس کنه بیاد یا چیز قیافه آبرومند درست بکنه بله من اینو بلدم اونو بلدم اینا، ولی بربسته است. اینا رو به زور به خودت بستی، مثل اون شغالی که رفته بود در خم رنگرزی. رفته بود در خم رنگرزی، این رنگ بربسته بود، نگاه میکرد به خودش، اون طاووس که نبود، اما گفت که منم طاووس علیین شده. بنابراین الان روزگار ثروت، امکانات، آپشن، به قول شما جوونا آپشن خیلی مهمه. 30 تا آپشن بهتون میده، 40 تا آپشن میده، 100 تا آپشن میده، واسه دفعه بعد 100 تا آپشن دیگه میده، اپلیکیشن دیگه بهتون میده. اینها نشانه ظهور علم الآدم الاسماء کلها. خداوند گفت علمه. حالا فکر میکنن فعل ماضی اینا رو به گذشته، فعل مضارع اینا آینده. قرآن هم که میخونن میگن این ماضی گذشته نداره، مال ماست. علم الآدم الاسماء، دائما ازلا و ابدا این کار داره صورت میگیره. هر روز همین الان هم خداوند داره درس میده، فرشتگان هم دور اطراف ما هستن، اونام اگر ما آدم باشیم شاگرد ما هستن. اگر ما واقعا آدم باشیم درس آدم را فرشته مشتری است. بنابراین اولین نکته‌ای که من می‌خواستم نظرتون جلب بکنم که قدر خودتون رو که در این زمان شما تو دهه 20 قرار دارین، حالا 21 22 تا 30 مثلا، یا گاهی اوقات پایین‌تر از این، و در عصر ثروت بعدا هم یه فهمم پیدا کردین که طلا و نقره و نمیدونم این امکانات ارزشی نداره اصلا. من فکر کنم یک دختر دانایی الان فکر کنین علنگو رو از اینجا تا اینجا بزنم وزنش ببینم چقدر اینا، میفهمه که چه چیزایی دست ما کردن. اینی که میده دست شما، استیو جابز گفته که من اینو برای تو درست کردم که چقدر مهمی، که من برای آیپد درست میکنم، ریزه ترین چیزاش هم درست میکنم، میدونم ذوق داری، میفهمی که من چی کار کردم، میفهمی که زیبایی در فرم اشیا نیست، در آپریشن و کارکرد اشیا چقدر این خوب کار میکنه، چقدر زیباست، چقدر هارمونیسه. بنابراین ما قدر این روزگار رو علی رغم اینکه البته گفت گر پلیدان آن پلیدی ها کنند، پاک ها بر پاک کردن میتونن. شما کار نداشته باشیم. قرار هست که خوبی پیروز بشه. قول دادن اینا رو در عالم از یه منبع خیلی مطمئنی گفتن که در این مبارزه‌ای که بین خوبی و بدی هست خوبی پیروز میشه. این مطمئنی. برای شما هیچ نگران نداشته، شما برید دنبال خوبی. اون روزی که کوس پیروزی رو میزنن شما میگین من جزء این دستم یا این دستم. جزء خوبان هستین، جزء خوبان. حالا ممکنه آدم ثروت ظاهری کمتر داشته باشه، در عالم سختی های هست، مهنت های هست، بعضیا که هیچ مهنتی ندارن بر خودشون میخرن اون مهنت رو. این آلبرت شوایتزر 50 سال اومد عمرش رو گذاشت گفت که من برسم به اینا محرومن، نرسیدم بهشون، اینا بشرن، اینا من به اینا کمک بکنم. اینا ثروت آدمی زاد. اینا الان میگه کسی دنبال انگشتر الماس و بریلان اینا چه خونجگرها خوردن، چه دزدی ها شده سر یه تیکه الماس که همون زغاله یکمی خالص‌تر شده. مگه الماس غیر از زغال چیز دیگه؟ اصل گوهر چیست؟ سنگی کرده رنگ. تو چنین سنگین دل از سودای سنگ، آدم از سودای یه سنگی اینقدر سنگین دل میشه که سر اینو ببره، سر اونو ببره که ما میخوایم یه چارش پول در بیاریم یا 4 تا قدرت به دست بیاریم. بنابراین شما با خیال راحت میتونید به حلقه خوبان جهان از پی او جیب دریده. یعنی یک کاری بکنید بشین جز خوبان، بقیه خوبان هم گریبانشین شاید بکنم یا پیشون. چرا؟ برای اینکه وقتی مردم اگه دنبال خوبی نمیگردن، شما دنبال چی میگردین؟ دنبال مرد خوب میگردین،
زن خوب میگردیم، دنبال هر چیزی رو دنبال بهترینش میگردیم. بنابراین چه بهتر که ما خودمونم یکی از همین خوبان باشیم که بعداً جزو چیز در بیاد، جزو لیست خوبان. علاوه بر این که یه آدم‌های دیگری که حتی مذهبی هم نبودن که فکر بکنیم مثلا خواستن تبلیغات مذهبی بکنن، مثل برتراند راسل، اینا هم گفتن که شادی و خوشبختی مال آدم‌های خوبه. آدمی که دیس‌آنسته، شرافت انسانی رو زیر پا گذاشته، راستی و درستی رو زیر پا گذاشته، دلش در گرو همدردی با دیگران نیست، این آدم خوشبخت نمیشه. چرا نمیشه؟ ما میبینیم نه نمیشه. اون دلایل علمی آورده به اینکه اصلا این چون خوشبختی احساسه، این چیزی نیست که شما بتونید به دست بگی آقا 1000 متر زمین 100,000 متر زمین 100 تا سیاره به شما بدن، فایده نداره. خوشبختی احساسی بهش به اون نمیرسه. به آدمی که دروغ میگه، تجاوز میکنه به حقوق دیگران، هزار نقشه بازی میکنه، ریاکاری میکنه، دغلی میکنه، به این آدم حتما بدونید که شادی نمیرسه. اگرم در این عالم اگر سودی است، اگر نیست که نیست ولی هست، اگر سودی است با درویش خرسند است. درویش خرسند کسی که نه اینکه بره اونجا یه ریش بلندی بذاره و درویشی بکنه، نه، درویش کسی است که بی‌اعتناست، خاک را از گنج را از بی‌نیازی خاک بر سر میکنه زیر خاک، نه خاک بر سر این که ما رو به جنگ و چیزدار انداخته با هم دیگه، سر چی سر هیچی. ما میتونیم ما مهربون یه دل به 100 میلیارد دلار میارزه. بنابراین ما امروز میخوایم که از زیبایی و دانایی و نیکویی صحبت کنیم. من یک درآمدی به اصطلاح تریلیود به قول موسیقیدانا یه تریلیود میذارم، بعدش هم اینترلودش گفتگو میکنیم با شما و پایانش هم دیگه در صحبت کتاب هایی که من میخوام توصیه کنم به این میگذرونیم که حالا که این چیزا رو گفتیم ما از کجا بریم چیکار بکنیم که استفاده بهینه، چون استفاده از هر چیزی میشه خیلی استفاده کرد، اما یه استفاده بهینه داره. استفاده بهینه رو چطور یاد بگیریم که ازش بکنیم؟ گفتش که قرآن شما استفاده میکنید، بله ما اولا سر تاقچه‌مون گذاشتیم، ثانیاً گاهگاهی هم سرمون هم میذاریم، گاهگاهی هم یه تیکه هاییشو که اصلا نمیفهمیم چی داره میگه میخونیم و خیلی هم احترام میذاریم. اینا ما استفاده میکنیم از قرآن. این استفاده بهینه است از قرآن. من این یک کتابیست آمده اصلا حیرت انگیزه اگر شما روش فکر بکنید از عظمت این کتاب و از عظمت این کمپوزیسیون ها. این مجموعه همه موسیقی‌های خوب دنیای تو هست. فکر نکنید من به عنوان یه مسلمون دارم میگم اینا، به عنوان اینکه فکر میکنم هر کسی در بهانه تیزهوش هست کت نگوید که دوغ من ترشه. ما به این دلیل نیست. ما از قول اون کسانی که هیچ غرضی نداشتن، هیچ بیماری نداشتن، هیچ منافع شخصی و سیاسی و اجتماعی نداشتن، اونها که بی نظر نگاه کردن گفتن آقا این رسول الله، این دروغ نمیگه. دروغ یه آثاری داره، همطور که هر چیزی رو مثلا الماس و متخصص الماس نگاه میکنه یا آقا این شبیه الماس هست ولی الماس نیست، دروغه. سخن دروغ 1000 تا علامت داره، یعنی یکی دوتا هم نیست. انقدر مردم هم میفهمن که اگه این جوره پس چرا اون جوره. این برادرای یوسف که اومدن خودن دروغ بگن. حالا قرآن به قدری استادانه این دروغ رو طوری تنظیم کرده که همه آثار دروغ درش ظاهر بشه. که گفتن که اولا شما گفته بودین که ما میخوایم بریم چیز بکنیم، یوسف رو بچرخونیم و گرده بازی بکنه. اینا قرار نبوده یوسف رو بذارین. گفتن ما وجب چیز گفتیم که در ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف بچه کوچولو رو گذاشتین که مواظبت بکنه از متاع. میشه هم چیزی که شما تمام ثروتتون و مال و اینا رو بدین، ما رفتیم مسابقه بدیم اینا. یوسف بچه رو گذاشتیم اینجا که یه وقت شیری ببری پلنگی آمد این چیز بکنه، دفاع بکنه. ثانیاً آثار اون گرگ رو گفتش که بریم اون گرگ بردیم بیاریم. کدام گرگ خورده؟ گفتن گرگ خورده. گرگه رو آوردن، اینا رمز البته، گرگه رو آوردن، یه گرگی بیچاره گرفتن آوردن، گفتش که
یعقوب گفت تو خوردی یوسف و اینا، من غلط میکنم، مثلا گوشت انبیا بر ما حرامه، ما گوشت انبیا رو نمیخوریم، هر گوشتی میخوریم ولی گوشت انبیا رو نمیخوریم. بعد صحبت هایی شده در مجموع که شما نگاه میکنید ببینید آثار این که ما داریم دروغ میگیم. یه نمونه دیگه این که چرا دارن دروغ میگن گفتش که ما چیز شدیم، ما حتما داریم راست میگیم، اگر که ما تو ممکنه که اشتباه شک بکنی در ما ولی ما حتما داریم راست میگیم. این هم حرف آدم دروغگو، آدم دروغگو اینجوری حرف میزنه. بنابراین یک کسی آمده گفت آقا این آدم راست میگه، لمن از صادقین راست میگه که من رسول الله هستم. و خیلی ها کتاب نوشتن موضوع اصلیشون اینه فقط که این رسول الله بوده. حالا ما اصلا کاری نداریم به این که مطالبش و بحثا و وارد علم کلام و فلسفه و اینا، ولی این در این دعوی که داره میکنه که من انی رسولان رب العالمین، این دروغ نیست، این یه حرف خیلی مهمیه و اینو مولانا، سعدی، حافظ، نظامی اینو دارن هی رله میکنن. سقراط هم حالا قبل بوده ولی همین حرف رو داره تأیید میکنه، همین حرفایی که تو این کتاب آمده. من این مطلبی رو از همین استیو جابز که حالا صحبتش شد براتون بگم، یک کوتیشنی من خوندم که میشاست $1,000,000 اگه بخوان بذارن توی قیمت بازار بذارن $1,000,000 میارزه خود این کوتیشن، این نقل قول که گفته بوده به استیو جابز که من حاضرم تمام این اپل و آیفون و آیپد و همه تکنولوژی آیتی و اینها رو بدم، با چی عوض کنم؟ ما فکر کنم با چی میخواد عوض کنیم؟ چند $1,000,000 بهش بدن؟ با چی میخواد عوض کنیم؟ هیچ کس فکر نمی کنه که این حرف رو زده باشه. گفته for an afternoon with Socrates، یه بعد از ظهر برم سقراط، تمام اینا رو حاضرم بدم، یه بعد از ظهر برم سقراط. این خیلی مهمه که این چه عظمتی داره، روح او که میفهمه اینا مقدمه است. مهم اینه که ما روح جاودانه هستیم. این حرف سقراط داره میزنه، افلاطون داره میزنه. مهم اینه که زیبایی وجود داره. الان از اوایل قرن 20 یه عده‌ای شروع کردن یه نشانه هایی دادن که بشریت داره سقوط میکنه. راست هم میگفتن. یکی از آلمان بلند شد رفت در اوایل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول 1914 رفت اونجا به در 1917 کتابی نوشت به نام Decline of the West. وست داره سقوط میکنه. وست هم منظورش تمام بشریت، برای اینکه بیشتر فرهنگ اون طرف بوده. وست رو به طور کلی گفته که وست داره نه اینکه شرق سقوط نمیکنه. Decline of the West یعنی این فرهنگی به نام که الان به نام غرب بیشتر معروفه، این سقوط میکنه. بعد تی اس الیوت اومد، بعد این یکی اومد، بعد به تدریج خیلی غلبه کرد. بعد تو قرن 19 ما شاهد آدم‌هایی بودیم مثل داروین، مثل مارکس، مثل بعداً مثل یونگ، ببخشید فروید. اینا یه تحولاتی کردن ولی این تحولات هیچ کدوم بر مبنای سقراط نبود. اینها حذف کرده بودن سقراط رو از نظام جهانی و این میگفتن که بله مارکس و اینا که من از ابرقو اومده بودن که فکر میکردن دنیا هیچ چیزی نیست، آقا ما همین دهات ما اینجا علی آباده، این یه ذره ماده داریم اینجا، یه خودم انرژی، یه چند ستون هم قانون داریم که قانون اول چیز در ترمودینامیک، دوم ترمودینامیک تموم میشه. اما این دهاتی از عقب افتاده است این فکر. عالم خیلی پیچیده تر از این حرف است که تو فکر میکنیم. الان یواشش دارن میفهمن. یه عده‌ای رو اسیر خودش کردیم فکر که بله آقا چون آدمای مذهبی هم تزویر کرده بودن، دروغ گفته بودن، تجاوز به حقوق اینون کرده بودن، چه در شرق چه در غرب، این هم کمک کرد به اینا که بعد معلوم میشه که پس این اندیشه ها اصلا خدا و اینا رو حذف بکنید، از ذهن‌ها خارج بکنید، پاکسازی بکنید اصلا که کسی به این چیزا فکر نکنه. هنوزم تا میتونم بگم تا همین امروز هم یه عده‌ای
آگاهانه دارن تلاش میکنن که هر کجا اسم خدا، اسم معنویت، اسم روح، اسم پرپچوالیتی، اسم ایترنیتی، ایمورتالیتی، جاودانگی میاد، یه جوری هستش بکنن که این آقا علمی نیست، این علمی نیست، اون علمی نیست. یک مغالطه بزرگ هم درست کردن که من فکر کنم بزرگترین مغالطه قرن اینه. مغالطه چیزی که شما چیزی شبیه ظاهرا درست داری میگی ولی یه جایش عیب داره که همه متوجه نمیشن. مغالطه اگر آدم کاملا متوجه بشه که دارن مغالطه میکنن خندش میگیره، میفهمه که مغالطه است، میخندن چون ناهماهنگیه. ولی گاهی اوقات هست که ناهماهنگی رو طوری که در حجاب میکنن که شما متوجه نمیشین. خیلی هم راحت اینو گفتن که مولانا نصرالدین بدهی داشته به بقال، بعد هی از این ور میرفته از اون ور میرفته که برخورد نکنه و تصادفاً بالاخره میگرده بقاله، یه جایی پیداش میکنه وسط رفقاش اینا نشسته بوده. اینا یه مرد حسابی خجالت نمیکشی، هی در میره اینا یا پول چی بده، پول سوپرمارکت بده، پول بقاله بده. اینا مولا گفت چه خبر تو شروع کردی در صدا رو میدی، چقدر من بده کارم اینا. یکی از انواع مغالطات این که آدم با قوی صحبت کردن و پرخاش کردن حقانیت خودش به اثبات می‌رسونه. چه خبره چی داری می‌کنی؟ یعنی که از همینجا بدونی که این درست نمیشه. بعد چقدر من بده کار میگی؟ گفتش که 52 دینار. 52 دینار خیلی پول اینا. گفتش که خب اگر من 25 تاشو فردا بدم، 25 دیگه شم پس فردا بدم چقدر میمونه؟ گفتش میشه 2 دینار. خب خجالت نمی‌کشی برای 2 دینار من تصدیق می‌کنی؟ 2 دینار. شما چرا می‌خندید؟ اینکه معلومه که مغالطه هست، اون داشت نداری هم بود اینا. چیزایی هست که آدما کاملا زود میفهمن که این مغالطه است. تمام شوخی‌ها، بسیاری از جوک‌ها که از ما می‌خندیم مغالطه است. مثلا یه مغالطه است که دستش بازه. گفتن که باز همین نصرالدین رفت توی مغازه‌ای یه شلواری بخره، شلوار رو نگاه کرد و اینا و 20 مثلا دلار بود یا 20,000 تومان بود اینا، نگاه کرد و بعد خوشش نیامد اینا و گذاشت اونجا و یه دونه پیرهن برداشت. اون پیرهن اصلا قیمت همین بود. قیمت رو چیز کرد و پیرهن رو برداشت که بره. صاحب مغازه گفتش که پول چی رو ندادین؟ پول پیرهن رو گفت این شلوار رو گذاشتم اونجا. شلوار گذاشتم اونجا. پول شلوارم ندید. گفت شلواری که نبردم برای چی پولش بدم؟ یعنی معقول بود که اون شلواری که نبردم جیب پول شدم. اونم که گذاشتم جای خودم. شما چی داری می‌بینید؟ بخونین شما جوک‌ها رو می‌بینید که بخش زیادی از جوک‌ها مغالطه است. اما غلطی است که ما تا اینجا سرمون کلاه میره و متوجه نمیشیم، منتها یه جاهای وارد میشه اون مغلطه. یه مغلطه بزرگ هم همینه. من این بزرگترین مغالطه‌ای که الان در دنیا هست اینه. و اون اینه که این فکرای دینی، حالا نه به معنی شریعتش و احکام اینها، به عنوان اینکه خدایی هست، اخلاقی هست، انسانیتی هست، حساب و کتابی هست، روح ما جاودانه است، به یه عالمی راه میبره. ما رو برای این 2-3 روزه کوتاه نیافریدن. کوتاه نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ میگه چپ آدمای ساده هستن، به این سادگی نیست قضیه که تو داری فکر میکنی که این قصه 7 گنبد افلاک پرصداست. کوتاه نظر ببین که سخن مختصر گرفت. ام حسبتم انا خلقناکم عبثا. سوال داره میکنه شما فکر کردید که ما شما رو عبث خلق کردیم؟ یعنی اصلا چطور ممکنه چیزی به خاطر خطور کرده که این همه حکمت در وجودت من به کار بردم و این برای همین که اینجا هیچ کاری هم نکنی و بعدا بذاری بری. اینجوری نیست. حساب و کتابی هست. بنابراین اگر که این مغالطه رو به این اساس بذارین شما که یه عده‌ای به دلیل اینکه آدم‌های مذهبی یه کاری کردن، زور گفتن، خشونت کردن، جهل نشون دادن اینا، بگن آقا پس بساط کل این ماجرا رو مثل اینکه کسی یه باغی داره، انواع درختان میوه، انواع چیزای دیگه داره، ولی این مثلا شته گذاشته یه قسمتیش یا علف هرز است، بگن کاری نداره یه بولدوزر بیارین از اول باغ تا آخر باغ با بولدوزر خراب بکنه که این 4 تا علف هم خراب بشه. اینجوری نیست. تو باید یک تشکیل بدی ببینید این انگور، اون یکی
اونی که تلخه، اونی که شیرینه، با تشخیص بده اینا رو. مغالطه اینه که میان میگن که بله این حرفا اولا مال قدیم بوده و قدیم عقب افتاده بودن مردم. شما با چی سفر میکردی؟ با شتر و گاری و اسب با چی سفر میکردی؟ حالا الان شما جنب و جلد 777 دارید، میگنم ماورای صوت دارید. شما اون اندیشه ها مال آدم های عقب افتاده بود که چیزی نمیدونستن. زمین فکر میکردن که مثلا باید کنیم همه دور زمین دارن میگردن، با بعدا این چیزا رو فهمیدیم. بنابراین روشنفکرهای جهان، این مغالطه اینه که روشنفکرهای جهان و فهمیدگان جهان و فرهیختگان جهان و باسوادان جهان همشون مخالف با این اندیشه ها هستن که روحی وجود داشته باشه. همین ماده است و همین حرکات ماده است، روحی هم وجود نداره. این رو فرهیختگان جهان دارن میدن. جوابش اینه که هیچ وقت همچین چیزی نیست. شما بیا برو مطالعه بکن. یه آقایی میگفتش که در آمریکا گفته بوده که من این شنیدم یه حرف رو که یک کسی اومد تو تلویزیون اینا رو گفت که بله اینا چیز قدیمیه، اینا از عبرقو اومدن، اینا نمیدونم فلان، هنوز دارن صحبت این میکنن که بعد از مرگ چه خبرش. بعد این که بعد من تو گور میری میخوابی و هیچ بعدم خاک میشی. دیدم اینا داره میگه و بعد بهم گران آمد. گفتم من باید یه تحقیقی در این باره بکنم. یه تحقیقی کرد، کتابی نوشت به نام All Great Scientists of the World Believe in God and Immortality of the Soul. همه بزرگان جهان، نه اینکه یه عده‌شو بگیم نصفشون اینجوری، تمامشون. یعنی شما هر شخصیت بزرگی که در طول تاریخ نگاه بکنه میبینید که نه این طرف افلاطونه. اصلا چیزی نیست که روشنفکران میگن این فقط تو داری میگی که این حرفا، وگرنه گودل هم چربی زده، اینشتین هم چربی زده، نمیدونم هایزنبرگ هم چربی زده، کدومی که هم چربی زدن؟ ریاضیدان‌های بزرگ، فیزیکدان‌های بزرگ، فیلسوفان بزرگ، نمیدونم اندیشمندان بزرگ، موسیقیدانان بزرگ. شما موسیقیدان‌های تاپ دنیا رو در نظر بگیرید، هیچ کدومش هم چربی ندادن. تا برسه به کامپیوتریست‌های بزرگ که استیو جابز باشه. هیچ هم چیز نگفته. گفته مرگ بدیهیه که ما در یک مسیر تکاملی داریم حرکت میکنیم، مرگ هم یه بخشی است که ما ادامه میدیم و میریم به آن عالم برتر. و هیچ هم چیزی نزده. این دارن اینو در کرسی میخوان بشونن که جوانها رو بترسونن که تو میدونی میشی چه عبرقویی. از طرحی که شما گفت آقا این عبرقو ممکنه چه آبادی باشه، شما اینقدر اسم عبرقو رو منظور اون عبرقونی که حالا هر جهت منظور یه دهات کهنه است که مردم خیال میکنن یه چشمه آب داره، همه اینه، یه دو تا چیز هم ساختمون هم داره، یه رودخونه کوچیک هم داره، اینه. دنیا رو اینجوری داره نگاه میکنه. اینا رو بهشون میگن یه اصطلاح خاص علمی داره که دنیا رو سیمپلیفای میکنن در ساده ترین یه اصطلاحی من الان در ذهنم برید که ساده اندیشان و خلاصه ریداکشنیستا ردیوس میکنن، تمام اینا رو ردیوس میکنن توی اون، اینا میکنن همه رو توی یه چیز خیلی کوچیکی ردیوس میکنن. اینطوری نیست. اینو کسی نگفته، کانت نگفته، دکارت نگفته، اینایی که تاپ تکنولوژی و فیزیک و ریاضی و هانری پوانکاره نگفته، موزارت نگفته، گوته نگفته، هیچ کس هم حرفی نزده. راجع به حضرت محمد هم هیچ آدم فهمیده این حرفا که شما دارین میزنین که این آدم میشستن شبا با سلمان و تا خاخام یهودی و اینا میشستن آیه درست میکردن، گفتن فردا اون نداریم، اینا آیه زکات درست میکنیم، آیه زکات درست کردن، بعد آیه جنگ درست کردن. همچین چیزی نیست عزیز من. یعنی یه خورده فکر بکنید درباره. هیچ آدمی فهمیده این حرفو نزده. ادوارد گیبون که تو مورخی بالاتر ادوارد گیبون که ما نداریم، شخصیتی نبودستن در اروپا. دانشگاه آکسفورد هم قبول نداشته. چند سال دانشگاه آکسفورد بوده، گفته این دانشگاه 6 سال وقت من طلب کرد، نداشت ما بفهمیم چه خبره. خیلی طرفدار دانشگاه نبودن بزرگان اروپا.
ادوارد گیبون گفته همچین مردی در تاریخ هیچ نظیر نداشته، نه بعدش نه قبلش. بریم ما یه خود ویکتور هوگو در نظر بگیریم. یک کسی میگفتش که آقا شما اینا که در قرآن نوشتی که از پیغمبر ستایش کردن، من 100 نفر بیارم که بعد گویی کرده باشم. بودم اشکال نداره 100 نفر بیارم، 100 آدم حسابی. من اینایی که اسم بردم آدم‌های برجسته جهان هستن دارن این حرفا رو میزنن. اگر امرسون داره یه حرفی میزنه، اگر گوته، تو یه آدمی در شعر گوته بیار که اون اومده باشه گفته باشه نه من که از شخصیت‌های بزرگ جهان هستم اینو نمیگم. از کسی پیدا نمی‌کنه. شما مقالطه بزرگی شده همینه که میخوان بگن که آقا اینا اعتقادات عقب افتاده است، اینا خرافاته و خودش هم خرافاتی رو قبول میکنه. من این خرافه رو دیدم در اینترنت نوشته بود که it makes sense، این معنی داره. اگر ما بگیم if you say out of nothing something was created، که یک چیزی از عدم پیدا شد، بعد اون عدم اینطور شد که تبدیل شد به وجود، بعد این کار کرد بعدم یواش یواش رپلیکیشن کردن و خلاصه آدمیزاد درست شد. این چیزی از این خرافه تر هست دیگه. چطور ممکنه هم چیزی بخواد تثبیت کرده باشه؟ عدم موجود گردد، این محالت. وجود از روی هستی لایزالت. چه حرفی تو داری میزنی که لابازی هم که شیمیدان بوده، اون که دیگه کشیش مذهبی که نبوده، از عدم چیزی به وجود نمیاد که تصورش اصلا میسر نیست. خلاصه این مقالطه بزرگ رو بهش بیاندیشید و گوش به این حرفا که میزنن الان. بسیار از چیزی که تو کتاب ها حتی می نویسن، پروفسور لانسا از پزشکان معاصر گفته که از ساینتیست های معاصر گفته که این بسیار از کتاب ها حذف کنه بعدن. اینا که حرفای بی‌معنی تو کتاب میزنن اینا رو باید حذف کنن و عمدن اینا رو همچنان توضیح میده که بله این زمین در اینقدر سال پیش از خورشید جدا شده، هیچ دلیلی هم نداره. یه نفر نیومده بگه که آقا این حرف داروین درست، ما قبول میکنیم که تکامل بوده، ولی تکامل رو شما توضیح بده که این کیفیت این که این survival for the fittest یا survival of the fittest، اونی که فیته، اولا فیتو کی میفهمه؟ فیت از کجا میفهمه فیت؟ این دیزاین شده است، یک کسی هست که یا این میمونه اون یکی میره، ولی اینکه اون مناسب نیست این مناسب. این رو اینجوری نیست که همینطوری علل عمیا این به اون خورده این به این خورده، بعد اونایی که خوب بوده بعد یواش یواش مثلا کوری بد بوده، بعد فهمیدن که نه چشم لازمه، بعد چشم رو حرکت داده بعد آورده رسونده به مرحله چشم آدمیزاد، بعد اونجا توی اون شبکیه‌اش یواش یواش فهمیدن که باید اون 800 برابر قدرت بینایی داشته باشه تا بتونه مثلا چیزای ظریف رو ببینه. اینا رو همینطوری سروایو آف د فیتست شده. کجا یه نفر شما یه کتاب بیارین که توضیح داده باشه از سرخس تا چشم آدمیزاد تا لسان. علم نجعل له عینین، من دو تا چشم بهت ندادم و لسانن و شفتن، یه همچین اعجوبه‌ای تو زبون گذاشتم، یه تیکه گوشته اونجا. اینا رو همه رو دیزاین شده، یواش یواش فهمیدن که این از این ور برونه. اینجوری نیست عزیز من، خرافاته. این از اعتقاد به کلاغ بدتره که بگن آقا 3 تا قار بکنه اینجوری میشه. این خیلی بدتره اون اعتقاد. هیچ راه به جایی نمیبره. الان خوشبختانه در قرن 20 من خط کنم مقدمه رو در قرن 20 یک بازگشتی داره میشه. 2 دسته شده بودن آدم‌ها. یه دسته کسانی بودن که هیچ کاری میگفتن نمیشه بکنی، دیکلاین آف دی وست قطعا رخ میده. هنوز هم کسانی هستن که معتقدن بشر میره به طرف نابودی. یه عده‌ای گفتن نه میشه یه کاری کرد. از اون عده‌ای که میشه این کار کرد همشون افلاطونی‌ها هستن. اونایی هستن که میگن نه حقیقت پنهان نمیمونه برای دراز مدت و آشکار میشه و اینطور میشه و اینطور میشه و الان میبینیم فیزیکدانای طراز اول افلاطونی هستن. شخصیت‌های طراز اول فرهنگی در دنیا الان در فرانسه میگن یه سقراطی از تو خیابون راه میره و شما میتونید ببینیش. خیلی مهمه که آدم یه سقراط وشی رو، سقراط فهمی رو بتونه در خیابان‌های پاریس راه میره. آلن بادیو کتاباشو بخونید چه حرفی داره میزنه که عشق، راجع به عشق کتاب بنوشته به نام In Praise of Love
اینا همشون افلاطونی هستن. بنابراین ما امروز موضوع بحثمون بازگشت به افلاطون و نظریات افلاطون و معنی زیبایی، حالا زیبایی جسم، زیبایی روح، کمپوزیسیون، لذت بردن، تمام اینا رو سوال بکنیم. چون لذت اصلا چه چیزی میگم خوشم میادن، خوش اومدن چیه؟ یه احساس، این از کجا پیدا میشه این لذت؟ اینا رو میتونیم بحث بکنیم ان شاءالله. من در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. سوالات بسیار زیادی مطرح شده. به برخیشون هم استاد پاسخ دارن برای صحبتشون، ولی خب یک دو تا از اون سوالای اساسی که حالا بیشتر دوست داشتن دانشجوها که در موردش بررسی بکنیم رو مطرح میکنم. دو تا سوال شبیه هم هست در مورد خداوند هست. یکیشون پرسیده که در مورد خدا قرآن میگن قل هو الله احد لم یلد و لم یولد. زیر لم یلد و لم یولدش هم خط بشه. ما چطور این جمله رو قبول کنیم؟ وجود همچین خدایی چطور قابل درک است و از طرف وجود خدا انکار ناپذیر است؟ یه سوال مشابه هم هست که من هر چه تلاش میکنم نمیتونم خدا رو برای خودم اثبات برسونم و خودم رو بدون خالق هم نمیتونم متصور بشم. تکلیف من در این بلا تکلیفی چیست؟ این دو تا سوال رو عرض کنم که مسئله اساسی اینه که کسانی که الان ایتئیست هستن، یعنی ما خدا رو قبول نداریم، اینا فکر نکنید که همشون ایتئیست هستن. اینها این خدایی که اون کشیشه میگه و اون آدم اون میگه من قبول ندارم. یعنی یه خدایی معرفی میکنن که هر چی نگاه میکنه، هر چی نگاه میکنه نمیتونه همچین چیزی. اینا رو خلق کرده، بله خودش طراحی کرده، بله مشیتش هم قرار گرفته، بعدم میبره جهنم، بله اون قبول نمیتونم چیزی رو که اینا ابولهب و عمران یه مأمور فرستاده اینجا. خودش در قرآن گفته که انا جعلنا لکل نبی عدوا، ما برای هر پیغمبری یک دشمن درست کردیم. چرا این حرف زده؟ این به خاطر اینکه اون نبی در پرتو اون سیاهی به کمال نورانیتش میرسه، ولی ما بعداً اون دشمنی که ما خودمون جعل کردیم اونو بعد میبریم ازلاً و ابداً آویزون میکنیم در جهنم. هم چیزی این کسی قبول نمیکنه، بدیهی که قبول نمیکنه. و من دیدم اینایی که ایتئیستن اگر معنی خدا رو تو ذهنشون تغییر بدن، میگن با اینکه ما که قبول داریم اینو. اصلا یکی از بهترین عرفای شاعر انگلیس، شری، یک کتابی نوشت به نام On the Necessity of Atheism، در ضرورت بی خدایی. ضرورت داره که آدم این خدا رو قبول نداشته باشه. چه مصیبت ها برش درست کردن، کتابش رو سوزوندن، نمیدونم خیلی ازش کردن، ولی الان این کتاب مکرر در مکرر چاپ میشه. چرا؟ برای اینکه این کانسپت و تصور ذهنی آدم ها رو از خدا عوض میکنه. بله اون خدایی که بر کرسی نشسته، گفته بود که یه مردی اومده بود خونه ماتم گرفته بود، اینجا نشسته بود، زنش گفت چی شده؟ اینا هیچ وقت همچین ماتمی نگرفته بود. اینا گویی که ما هفته گذشته رفتیم مسجد، یه آقای اومد گفتش که خداوند جسم نیست، مکانی نیست، زمانی نیست و در آسمان نیست، در زمین نیست و هر کس غیر از این بگه این میره جهنم. هفته گذشته یک کسی دیگری اومده بود گفته بود خداوند در عرش است و بر جای است و در مکان است و چنین است و در جسم است و طول و عرض و چیزا اندازه داره و هر کس غیر از این گوید جاش در جهنم. حالا من چیکار بکنم؟ من چه خاکی بسرم بکنم؟ اینجا دو تا چیز گفتم. زن گفتش که تو نمیخواد خاکی بسرم، تو برو یه لقمه نون در بیار، ما فکر نکنه اصلا. برو ببین زن و بچت احتیاج دارن، برو یه کاری لافیولی نمیدونم یه کاری بکن که زندگی تو اداره بکنی. این تصورات رو درست کردن، مردم به خودشون نام دادن. آقا قرآن قدیمه یا حادثه؟ اصلا تو میدونی قدیم معنیش چیه؟ اصلا قدیم در ذهن ما نمیگنجه. قدیم یعنی بی نهایت گذشته. خب اینا گذشته ما تو تصور کنیم. اصلا تو چی داری میگی؟ سر چیزایی که نه این میفهمیده نه اون میفهمیده همدیگر کشتن. تو میگی که خداوند یعنی حادثه، بزنی گردنشو. تو میگی که قدیمه، بزنی گردنشو. جنگ 72 ملت از این جنس بوده، یعنی هیچ نه اون میفهمیده چی داره میگه نه این میفهمیده چی داره میگه. کانسپت خدا یه چیزیست که هیچ کس نمیتونه قبول نکنه. اگر یه تصوری کردین از خدا که شک کردین بدون خدا نیست.
اگه تصوری کردین که دیدین یه آدمی داره میگه چپ چپ نگاه میکنه که عجب ابله اینا، بدون اون نیست. افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، آیا در خداوند شک هست؟ یعنی پس یه چیز بدیهیه، تو باید بگرد دنبال یه چیز بدیهی. این دیوید هیوم معروف که از بزرگترین فیلسوفان قبل از کانت هست و بعد از دکارت، بین دکارت و کانت، دیوید هیوم یک کتابی نوشته به نام The Religion of Nature، دین طبیعت، و اونجا نشون داده که اعتقادات دینی کلاً فطری آدمی داده. ایمان به خدا، ایمان به جاودانگی، ایمان به روز جزا، اینا جزء فطریات آدمی داده، احتیاج به اثبات هم نداره. بنابراین پس تو چه تصور کردی که داری این حرفو میزنی؟ به قول شیخ محمود میگفتش که چه کردی فهم از دین العجائز که بر خود جهل میداری تو جائز. آقا یه حدیثی نقل میکنن که میگفتن ما نرید دنبال علم هستن، برای اینکه پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، بر شما باید به دین عجوزه ها و یه پیرزن بی سواد که هیچی نمیدونه اون دین رو انتخاب بکنه. شیخ محمود داره با ملامت میگه تو از این چی فهمیدی از این حدیث پیغمبر که جهل رو جایز میدونیم؟ چه کردی فهم از دین العجائز که بر خود جهل میداری تو جایز؟ اون یه منظور دیگه داره از اون حدیث، اون به این منظور که نیست. تو چی فهم کردی از خدا که میگه آقا نیست که اینطور هست که اینطور هست؟ جواب همه اینا این که فطریه. فطرت اون نیست که آدم چشش که باز میکنه هیچ احتیاج به تعلیم و تعلم هم نداره، احتیاج حتی به حاج مولادی سبزواری که دلایل زیادی آورده برای اصالت وجود. البته کتاب خوبه، من خودم خوندم که ان الوجود عندنا اصیل دلیل من خالفنا علیل لانه منبع کل شرفی و الفرق بین نحو الکونیتی. میخواد بگه که وجود اصیل در عالم و به یک معناش و همون وجود مطلق خداست. اون وقت میگه این احتیاج به اثبات نداره. چرا؟ برای شما چشتون باز کنید این عالم دو تا معنی میفهمید، یکی چی، یکی هست یا نیست. یکی بودن و نبودن رو میفهمید، یکی اینکه چی بودن چی نبودن. همین دو تا معنی اگه چیز سومی هست شما بگید، یعنی ماهیت وجود. یا شما میگین این نیست، اون نیست، اون نیست، این نیست، یا میگین این چیست، اون چیست، این چیست، این چیست. بچه‌ها وقتی که زبون در میارن اول این چیه، اون چیه، همش ماهیت اشیاء بود. ولی هیچ حتی بچه‌ای در معنی وجود شک نمی‌کنه که مثلا عنقاویل میگن وجود داره یا وجود نداره. عنقاویل رو میرن دیکشنری نگاه میکنن میگن عنقاویل حیوانی بوده چی بوده اینا میرن، ولی به دیکشنری مراجعه نمیکنن. خب وجود چیه؟ وجود و بودن و هستی رو همه آدم‌ها به فطرت خودشون میفهمن. میگن آقا این مامان خونه است یا نیست. وقتی گفتن خونه است قلبش پر از شادی میشه، میفهمه که هست یعنی چی، نیست یعنی چی. وقتی نیست میفهمه یعنی چی. بنابراین وجود رو ما درک میکنیم یا نمیکنیم؟ وجود رو که درک کردی خدا رو درک کردی. چرا؟ برای اینکه وجود نه وجود محدود، وجود درخت، وجود زمین، وجود فارغ از هر گونه تعیینی. این حضرت حق ذالک و ان الله هو الحق، این خداست. این کی میخواد رد بکنه؟ شما وجود قبول نداریم؟ رفته بودین در ریاض میگفتش که یک کسی دکتراشو میگذرون یک عربی اونجا گفتش که ایشون میخواد با شما یک مثلا مشورتی بکنه. اینا گفتم جیب چی؟ گفتش که گفت من یه چیزی علیه مولانا نوشتم و میخوام اینو تز موضوع من رد اندیشه های مولانا. گفتم اشکال نداره چی هست؟ اولین چیزی که میخوای رد بکنی چیه؟ گفت یکی وحدت وجوده. گفتم خب وحدت وجود اگه نباشه لابد کثرت وجود هست دیگه. کثرت وجود یعنی چی؟ موند همونجا. گفتم کثرت وجود چند تا وجود داریم مگه؟ وجود یه معنی بیشتر نداره. این ماهیات هستن که یکی درخت، یکی سیب، یکی گلابی، یکی آدم، یکی درخت. ولی وجود چی چیزی داری که وحدت خب وحدت بدیهیه که وحدت وجود که اینا بعضیا مثلا آقا این ملعون وحدت وجودی بوده قائل به وحدت، حتی یک کسی نمیفهمه میگفت این ملعون قائل به وحدت واجب الوجود شده. واجب الوجود که چیز بدیهیاته خود دینم قبوله، ولی اون که نمیفهمه اصلا از کلمه وجود و اینا بازی میکنن باهاش
خب این ملعون قائل به وحدت واجب الوجود شد. وحدت وجود همون وحدت واجب الوجود. چرا؟ برای اینکه وجود تنها کانسپت و تذکری است که واجب الوجوده. یعنی شما وجود رو نمیتونید تصور کنید که نباشه. نه تصورش هم نمیتونید بکنید واجب الوجوده. حتما هست. بقیه چیزا رو باید ببینید که آیا وجود داره یا وجود نداره. بنابراین اگر شما بگید که وجودی که عالم رو پر کرده، وقت میتونید بگید خدا همه جا هست. بلکه وجود همه جا هست. میتونید بگید که اینما تولوا فثم وجه الله، هر کجا رو تو بکنید اونجا خداست. میتونید بگید که الله نور السماوات و الارض، اینا رو میتونید بگید. چرا؟ برای اینکه این وحدت وجود در ذات ماست. در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم. عطار میگه که هیچ چیز از بی نهایت بیشکی چون نمیماند کجا ماند یکی. خیلی استدلال قشنگی کرده، گفته که اگه من خدا بی نهایت هست یعنی اگه بگی محدوده بعد اون برش چی میشه؟ بس خداوند یه حد و محدودیت داره. اگر فهمیدی که خداوند بی نهایت، خب بی نهایت جایی برای غیر نمیذاره. اون تموم نمیشه که تو شروع بشی. اون تموم نمیشه که آسمون شروع بشه، که درخت شروع بشه. من نامحدود اون. بنابراین اینا همش هم اونه، تجلیات اونه، ظهورات اونه. بنابراین به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. اینا حرفیست که در من هر جای دنیا اولا زدن وحدت وجود مال محی الدین و مال ابن فارض مصری و مال حافظ و سعدی و مولانا، اینا همه این حرفو زدن. منتها مولانا زبان شیرین خوش آهنگ بود با طنز و اینا، خیلی بیشتر در دلها جا افتاده که همچون یک خورشید در صحن سما صد شود نسبت به صحن خانه ها. گر در و دیوار گوید روشنم، درسته این در دیوار روشنم، ولی تو که میفهمی که در دیوار روشنایی نداره از خودش. گر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم، پس بگوید آفتاب اینا رشید، چون که من غایب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم. فصل تابستان بگوید که خویش را بینی چون نر بگذر. همش زرد میشین، خورشید که غروب کرد همشون سیاه میشین. پس معلوم میشه که همه قائم به اون یه دونه هستن، اون یک وجوده که همه اینها قائم به او هستن. خیلی قشنگ اون وقت اینا رو در داستان‌های گوناگون، یه زنی پیرزنی، حالا پیرزنی نقش خاصی داره. پیرزن به کسانی میگن که همه چی میفهمیده، یعنی اون جوهر حکمت رو جوهر حکمت رو میفهمیده، به اون میگن اون پیرزن. برای اینکه تلقینات پیش نکردن، شستشوی مغزی نکردن فلان، اونی که نشسته داره نقریسی میکنه اون میفهمه اینو. اگه اون فهمید یعنی فطرت آدمیزاد درسته. پیرزن اینجا در جایی که گفتن اشاره به فطرت آدمیزاده، بدون اضافاتی که کسی بخواد از خودش چیزایی در آورده باشه. اون میشه اگر اون پیرزن این اعتقاد داره همون اعتقاد درسته. علیکم به دین العجایز، شما هم دین العجایز داشته باشید. بنابراین اگر که داستانایی از این قبول نقل کردن، گفته که یک کسی آمد یک کتابی بده به ابن سینا. ابن سینا خب خیلی مقام داشت و بهش برمی‌خورد، ما گدایی مگه اینجا خانمه باید گفتم کتاب من می‌خواستم بدم به شما. فکر کرد اولا نمیشناسه ابن سینا رو و فکر کرد بشه سر راه نشسته یه جایی روستنگی. گفتش که والا نمیخواستم دنم رنجید بشه. خب والا من نظر کردم که غیر از دست خدا از هیچ کس چیزی نگیرم. پیرزن گفت تو تعجب میکنم که ابن سینا هست، تو چرا این حرف میزنی؟ از دست خدا بگیر، دستی نیست غیر از دست اون. دست من که گرفته از دست خدا بگیر، اون فرستاده برای تو. بنابراین اینا رو میفهمیدن از زمان قدیم در ایران، در فرانسه، در انگلیس. هر چی شاعر بزرگ هست وحدت وجودی، ویکتور هوگو وحدت وجودی. خداوند پشت گوش همه چیزا هست، اونا پنهان میکنن. دوست داشتن هر چیز شفاف کردن آن است. میگه این اشیا کدرن، اون برش نشون نمیده. شما نمیتونی از این آدم کدره، اما اگه شفاف شد رابطه عاشقانه برقرار کرد خدا رو نشون میده. این لحظه ای که تو عاشق اون میشی اون موقع است که خداوند ظهور میکنه. چون معشوق یه نفر بیشتر نیست، یه دونه دلبر بیشتر نداریم تو دنیا. اون از یه جاهایی سرش میکنه، از یه پنجرهایی بیرون، شما همتون چیز میشه، همه شهر شروع میشه. کسی میگفت این حرفی که میزنن
حالا من به اونها واقعا میرسم. این حرفی که میزنن که چون اینو دوکینز هم زده، پروفسور دوکینز، اینا من حالا که اونها توضیح میکنم، اونها هم خدا رو یه چیزی ابدی تصور کردن و دارن رد میکنن. مثلا میگن که بله اینو ما نگفتیم، ما اینو نگفتیم تو رد بکنیم، ما خودمون بیشتر از اون رو رد میکنیم. گفتش که حالا من خاطرم رفت که ما در چه مقوله‌ای صحبت می‌کردیم. ویکتور هوگو داشتم میگفتن، گفتش که شفاف کردن هر چیز، دوست داشتن هر چیز شفاف کردن آن است. وقتی من دوست دارم اون وقت تازه میبینم مثلا شفاف میشه. اونجا معنیش اینه که خداوند اینجا تو رد میکنی نور خدا رو، عبور میدی از خودت. اصلا عبادت یعنی شفاف شدن، یعنی هموار شدن. ابدا طریق در عربی ابدا یعنی زمین صاف کرد که این کالسکه شاهانه که داره رد میشه اینجا با سنگ برخورد نکنه. فرمان الهی که میاد تو سنگ میندازی، از حسادت، از خودبینی، از خودخواهی، احوال شخصی، وگرنه میاد اون فرمان الهی. اگر تو طور خودت رو آماده کرده باشی که وقتی فرمان الهی میاد راحت رد میشه از زبان من بپوشی میره تو دروغ قاطیش نمیشه، حقوقاتی قاطیش نمیشه، تزریق قاطیش نمیشه که من این چشم اینجوری بکنم اینا. نه، این که گفتن این قرآن معصومه به خاطر اینه که این صاف اومده، هیچ این مداخله نکرده. و ما ینطق و نجم اذا هوا، واقعا چی سوگند خورده به این ستاره درخشان. و نجم اذا هوا ما ذل صاحبکم و ما غوا. این دوست شما، نگفته پیغمبر شما اینجا، این دوست شما و مصاحب شما این گمراه نیست. عزیز من که فکر میکنیم گمراهه، به طریق چیزم نیفتاده، به جهالت هم، به جهالت هم نیفتاده. ان هو الا وحی یوحی. این وحی است که بهش شده، درست اون وحی است که بهش شده. و ما ینطق عن الهوا، از هوای نفسش هم مثلا صحبت نمی‌کنه. بنابراین اگر که ما هیچ مقاومت نکنیم، عبادت یعنی این. عبادت یعنی هموار کردن، راست و صاف کردن راه. وگرنه نماز که میاد رد میشه با هزار گلولای و لجن و فلان افاقاتی میشه که برای ما توفیق پیدا کردیم که برای 5مین بار این زیارت رو بخونیم. اینجا خودخواهی من داری حرف میزنیم. میگفتش که شما چی واقعا چه فکر خداوند شامل حال شما شده که امشب اومدید به دیدن من. خود شیطان اینه. شیطان اگه همچه حرفی بزنه، خاطر همین شیطان شده اصلا. آدم میاد همچه حرفی بزنه. یه دیروز یک کسی آمد بود گفت که بله ما یه مقاماتی داریم پیش خداوند و ما میتونیم چنین بکنیم. این من حالا یادم که من این حرفو هیچ کس نمیزنه. اگر کسی فوراً اون مقام اگرم داشته باشه ازش میگیرن که تو بیای بگی که چیه. این به محض اینکه اون فرمان الهی در فطرت ما هست این میاد رد بشه، سنگ میندازه. سنگ میندازه، حسادتیه سنگ میندازه که چی گفته که محمد چی بشه. ما خودمون بون مسیلم گفت من خود احمدم، دین احمد را به فن برهم زدم. بون مسیلم رو بگو کم کن بتر، قره اول نشو آخر نگر. بنابراین اینها که صحبت عبادت میکنن و سعدی گفته که عبادت به جز خدمت خلق نیست، برای اینکه این فرمان الهی در جهت اینه که تو خوشحال بشی، راحت بشی، راضی بشی، مشکلت برطرف بشه. این عبادت اینه، برای اینکه تو هموار کردی، خودخواهی جلوش نیستاد، حسادت جلوش نیستاد. اینا یه شعری داره نظامی به نظر من چیزی بالاتر از طلا و جواهر نیست، ولی با اون باید بنویسن که میگه که چون گذری زین دو سه دهلیز خاک، نقش تو را از تو بشویند پاک. یعنی نقش تو از تویی تو رو شستشو میکنن. اون وقت میگه که عهد شوی در حرم کبریا، سهل شوی، اهلا و سهلا که شنیدین میگن اهلا و سهلا، سهل شوی بر قدم انبیا.
یعنی نبی داره رد میشه، تو میشی بیابون صاف و هموار، جاده کوبیده، اتوبان درجیه. سهل شوی بر قدم انبیا، اهل شوی در حرم کبریا. میگن این اهل الله در حرم کبریا. اهل میشه، از تو رو نمیگیرن، از تو رو بهت نشون میدن. بنابراین اگر که اینها ما باشون صحبت بکنیم، من هیچ کس رو ندیدم که با معنی واقعی خدا آشنا بشه و بگیم نیست اون بدیه کرد. ما باید، من حالا به زودی چیزایی من میذارم روی فیسبوک خودم و روی سایت خودمون که عزیزان من، ما با شما هم حضرتیم، اونا هم آدمای خوبی هستن، منتها بس که لگد خوردن از آدم‌های که به عنوان دین دارن مکتبی رو ارائه میدن، اینها رو بعدشون گفت که ما هم چیزی نگفتیم شده رد میکنیم. اینا رو ما سال‌هاست ادبیات ما داره همین رو رد میکنه. سعدی داره همین میگه که در چیز که ما صنم طلبیدیم او صمد داره. بله اون هم صنم رو قبول داره، هم صمد رو قبول داره. تو دو تفکیک میکنی، فکر میکنی این یکی صمده اون یکی صنمه، هر دوش یکی. بنابراین این بحث خدا رو مشکل اساسیش همینه که همین داکین هم اخیراً دیدم نوشته بود که این حرف رو نوشته بود که ما اگر میخواین شما دلیل بیارین که عالم برای اینکه خیلی پیچیده است احتیاج به خدا داره، شما میگین عالم پیچیده تر از اون نیست و سافیستیکیتده، یعنی پر از اسرار و رولت و چیز ساده ای نیست، اینقدر پیچیده است، احتیاج به یه دیزاینر داره. خب پس اون خدا که اینقدر یه هم چیزای پیچیده درست داره، اون خودش پیچیده تر از این داره، اونم باید احتیاج به خدا دیگه داره. می‌دونی چی جواب میدیم؟ جوابش اینه که این سلسله تا بی نهایت که نمیتونه بره، که میگن آقا علت این چیه، علت این اونه، اون علت چیه، اونه، اون تا بی نهایت که نمیتونه بره. اگه تا بی نهایت بره علت پیدا نمیشه. ما یه اصل کلی هست که در همه ما هست، ما چیزی بدون علت قبول نداریم، نمیتونیم قبول کنیم، در فطرت ما نمیره، این تو کت ما نمیره. یه بچه مثلا کتابش میذاره اینجا، میاد میره نیست، بعد میگن که کتاب من چیزی نمیاد، نیست دیگه، بوده ولی نیست. کسی میگه چیزی میاد میگه کی برداشته؟ این تو برداشتی گذاشتی اونجا، کی دست زده به این؟ هیچ کس قبول نمیکنه. حتی اینشتین گفته بود که در چیز تئوری کوانتوم و اینا چیزهایی هست که نشون میده که ما چیزهایی بدون علت رو گفت من دکتر فیزیکو میبندم میرم عطاری باید کنم. چرا که نمیتونیم ما اگر علمیت رو برداریم دیگه کار نمیتونیم بکنیم. ما بر مبنای علمیت میتونیم کار بکنیم. بنابراین اصل علمیت رو قبول داریم. حالا اصل علمیت که قبول کردی، مشکل دومیش اینه که میگن خیلی خوب این علت شونه اون علت شونه، بعد علت خدا چیه؟ جوابش اینه که یه آینه رو تو میبینی، این آینه نور داره، الان نور از این آینه میتابه، بعد شما فکر کنید به آینه که ازش نور نداره، یعنی یه جایی افتاده تو این آینه، یه جایی افتاده، ما نگاهمون میکنیم از این آینه افتاده، بعد این آینه رو نگاه کنیم، این آینه هم منبع نور نیست، بعد از اون آینه افتاده. آیا این آینه ها میشه تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه؟ ببینید ما علت پیدا نمیشه، ما دنبال علت داریم میگردیم، پس باید این جایی به علت برسیم. اون یکی پیدا میشه که دیگه هیچ احتیاجی نداره به اینکه علتش، چون اونایی که احتیاج داشتن برای اینکه از خودشون نیست. علت اینکه این احتیاج داره، این آینه احتیاج داره که از یه جایی بگن آقا چرا نورانی؟ ولی نورانی نیست، ولی خورشید چه نداره. دل علی ذاته به ذاته، آفتاب اومد دلیل آفتاب. بنابراین شما نمیتونید مثلا حرکت رو میگن آقا اینو خداوند حرکت داده، اینو ابر حرکت میده، ابر رو باد حرکت میده، باد رو اختلاف درجه حرارت حرکت میده، نه تا میرسه آخرش میگن آقا خدا رو بالاخره عامل اصلی خدا رو که حرکت میده. خدا ساکن مطلقه یا ساکن سبلا. علت این هم که میگن خانم‌های وقت یک تجلی ویژه‌ای از خداوند هستن، برای اینکه در کنار اون شما به ساکن میرسید، یعنی به خدا میرسید. لتسکنوا الیها، یعنی هیچ جای دیگه سکون وجود نداره مگر در پیش خدا و تو پیش این میتونی به سکون برسی. اون وقت چیز گفته بوده من نمیتونم تصور کنم، فرانسیس بیکن که من نمیتونم تصور کنم یه unmoved mover، نمیتونم تصور کنم یه چیزی مووره
ولی آن مووده. حالا من اگه ببینمش، حالا اون دنیا با هم بیدار بکنم اینا بهش میگم که عید من چرا اشکال نمیتونه قبول بکنی؟ یه الیزابت تیلور بیارو دادم پنجره، یه اودری هپبورن دادم پنجره، یه گریس کلی دادم پنجره، هیچ بگو تکونم نخورم اینجا، تمام شهر شروع میشه. نه برکت داره. چه خبر میشه که تمام فوج میان این که ببینید این الیزابت تیلور میگفتن انقدر خصوص در دورانی که تازه شروع کرده بود انقدر زیبایی داشت که میگفتن این اگه هیچ فیلم هم بازی نکنه هر چیزی نکنه یه چهارپایه بذارن بشینه کسی اعتراض نمیکنه 2 ساعت ببیننش. آدم ما عاشق زیبایی هستیم. زیبایی یه امر الهی، چیزی به ما خبر خوش میده. زیبایی به من میگه که من هستم. اینی که نگاه میکنه میبینه عجب این چیزی درست کرده، این ما چیزی ندیده بودیم. اون یکی هم نگاه میکنه اونو قبول میکنه، اون یکی هم نگاه میکنه اونو قبول میکنه. این معلوم میشه که در ما الگو داره. ما گفتش که رخسار و لبت چنان که باید بوده است، گویی که کسی به آرزو فرموده است. فقط شما یه چیزی دست میگفتید نه سفارش میدید میگه آقا لب اینه. ما وقتی که اونو میبینیم تشخیص میدیم که این نه دماغش باید عمل بکنن، نه اینجا تونده، نه اون زاویه کم زیاده، هیچ عیبی نداره. به قول فردوسی به دوبر به خوبی بهانه نمیدید. اینو بذار اونجا ببینی شهر شروع میشه، هیچ تکون هم لازم بخوره. یک عوام چیزهای دیگری، قوانین دیگری هم در عالم هست. بنابراین ما در جواب همه اینها جواب میدیم که شما کانسپتتون از خدا کانسپت درست نیست. اگه قبول کرد مثلا وجود از خدا، من لم یلد و لم یولد، بعد دیگه لم یلد و لم یولد، وجود از چیزی به وجود اومده؟ وجود که نه در چیزی به وجود بیاد، وجود خودش وجود دیگه. یعنی وجود از وجود به وجود که نمیشه بیاد، از عدم که به وجود نمیشه بیاد. اگرم بگن زایده، چی زایده؟ عدم زایده یا وجود؟ اگه وجود زایده، وجود هم وجود دیگه. بنابراین لم یلد و لم یولد بدیهیه. ولم یکن له کفوا احد، هیچ شبه هم نداره. اینکه این لیوان که شبیه داره، اون نیز شبیه داره، اون درخت شبیه داره. وجوده که فقط شبیه نداره. وجود چون یه دونه است. شبیه چیه؟ عدم که شبیه نیست، وجود هم خودش. بنابراین هیچ چیزی نداریم شما. ولم یکن له کفوا احد. خیلی روشن وارد داره میگه که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خب حالا یکی دو تا سوال دیگر رو باید مطرح بکنیم. اینا رو اگر که ما نرسیدیم که اینجا پاسخ بدیم، اینا رو من میبرم رو سایتمون یا روی فیسبوک مطرح میکنم، جواب میدم یا رو سایت جواب میدم. خب قطعا نمیرسیم چون فکر میکنم بیشتر از 30 سوال مطرح شده. حالا اونایی که بیشتر مطرح شده، خیلی از دوستانی 5-6 نفر پرسیدن که چرا خداوند با اینکه واحد است و همراهی نداشته و ندارد و هیچ احتیاجی به خلقت ما و به عشق ما ندارد، چرا ما رو آفریده؟ سوال زیادی هم هست، از کجا آمدیم، چرا آمدیم، هدف ما چیست؟ یه سوال میکنم خب ما رو برای چی آفریده؟ اگر به هر دلیلی شما بگی که آفریده، خداوند محتاج به اون دلیل میشه. برای این منظور یه منظور حاصل نبوده. آدم وقتی یه کاری رو برای یه منظوری انجام میده، میخواد یه منظوری که حاصل نیست حاصل بشه. بنابراین یه چیزی بوده که نبوده، خداوند میخواسته حاصل بشه، بنابراین ما رو خلق کرده. پس این سوال اصلا در کل درست نیست. این سوال اصلا درست نیست، برای اینکه خداوند هیچ چیزی نکرده، غرضی برای خلقت تعیین نکرده که من بیشینم خب ما تنها زیاده مدت خیلی وقت تنها موندیم اینا بیا آفرینشی بکنیم. وقت این کل الهیات رو باطل میکنه، برای اینکه غرض ایجاد میشه. غرض هم اختیار سانس در یه زمان به خصوصی این حادثه پیش میاد، بنابراین وارد زمان و مکان هزار مشکل میشه. جوابش اینه که خداوند اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است. اون اصلا اون ذات اینجوریه. مثلا فکر کنم مثلا خورشید بگن آقا شما برای چی میتابی اینو؟ برای اینکه من خورشیدم. خورشید خاصیتش اینه وجود نامتناهی هر لحظه عوالم بی‌نهایت رو میتونه شکل بده. با خود به خود احتیاجی نداره. منتها چون اون وجود کامله، عوالم کامل به وجود میاد. جوابش اینم که بگن آقا این کامل نیست، آقا این یکی داره بدبختی میکشه، اون یکی داره محروم شده، اون یکی
زیباست، یکی زشته، یکی عقب افتاده است، یکی گوش 150 داره، یکی گوش زیر فلان داره. اینا این تبعیضات چیه؟ جوابش اینه که نمیدونیم. خیلی راحت ما باید قبول کنیم که یه چیزایی میدونیم، علم ما کمتر از اونیست که بتونیم قضاوت بکنیم درباره این همه. من چه میدونم فقط کور بدونیم، من چه میدونم. این چیز عصبانی شده بود، عصبانی نه البته ولی شوخی میکردیم. یه همین سخنران معروف عشق در اروپا اتوبوسی به نام عشق رو نوشته، اسمش مرتبه از ذهنم. این گفته بود که تا آدم یه حرفی بزنه میگن آقا چرا نفر کور بدونه. من چه میدونم آقا چرا کور اومده؟ من اون که میدونم میگم. میگن مولانا نصرالدین رفته بود رو پله 7م منبر نشسته بود، بعد یه نفر ازش پرسید که مثلا عنترة بن شداد کی بوده؟ او نمیدونم. خب نمیدونم پدر بزرگ شیطان ارتباطش با ابوقبیس بغدادی چی بوده؟ او نمیدونم. باز یه سوالی که گفت نمیدونم. اینا 5-6 تا نمیدونم که گفت. یه کسی اون پایین نشسته بود غلط می‌کنی میگه اون بالا چیز پله 7 میشینی نمیدونم. خب من بنده اون 7 چیزی که میدونم رفتم وگرنه تا آسمون باید میرفتم. اگه به خاطر چیزایی که نمیدونم بخوام برم بالا، این 7 رو من میدونم. ما میدونیم که خوبی بهتر از بدی. اینو میدونیم. ما چیزی که نمیدونیم قضاوت نمی‌کنیم، ولی ما فطرتاً هممون میدونیم که خوب بودن، مهربون بودن، خوش‌خلق بودن، جوانمرد بودن، باگذشت بودن، سخاوتمند بودن بهتر از خست و تنگ نظری و اینا. این بهتره. اینایی که ما میدونیم عمل میکنیم. اگر به اینا عمل کردیم اونا رو هم بهتون میگن. شما هنوز این چیزایی که میدونین جز بدیهیات. یکی میگه آقا عقب افتاده ترین آدما کیا هستن؟ گفتم خیلی هستن که زیادن ولی از همه عقب افتاده. فرق نیست که میگه که دروغ داره میگه. چرا؟ با این داره حرف داره میگه که دروغ که من میگم این به ذات من بهتره، درآمدش بیشتره، درسته که تو عقب افتاده که این نمیفهمی. اگه من دروغ هیچ فایده‌ای برای تو نداره. سودی اگر میلیارد دلار هم بده به تو سود نمیرسونه. از دروغ تو نمیتونی سود بگیری. این آدم عقب افتاده. میگن عقب افتاده. در اشعار ابن فارض مصری یه ابیات خیلی استثنایی، حتما این قصیده رو شرح کردم در یه نواری که قصیده معروف خمریه ابن فارض. این اسمی که یادم رفته داره، یادم اومده بوسکالیا و بوسکالیا یه کتاب‌هایی داره که عشق نوشته و اولین کسی بود که در آمریکا کورس عشق گذاشت. گفت مثلا 2 واحد 4 باید عشق بخونید. عشق عنوان یه موضوع درسی. اون میگفتش که ما تا اینجا حرفی بزنیم، ما اونی که میدونیم داریم میگیم. میگن آقا چرا یه نفر کور به دنیا اومده؟ من نمیدونم من این علتش رو، ولی میدونم که این عالم شگفت‌انگیز محدود به همین 4 روزی که ما هستیم نیست. ممکنه عوارضی درش پیش بشه. ما خبری نداریم از این ماجرا. بنابراین ما اگر که اولا چیزایی که نمیدونیم زودتر باید اعلام بکنیم که نمیدونیم. یکی از مشکلاتی که الان تو دنیا هست اینه که شما یک کتاب میخرید، میخونید صفحه 200 300 400 500 اون آخر سر میفهمی که اینم نمیدونه. واقعا یعنی در واقع اعتراف میکنه که خلاصه بعد از همه این حرفا معنیش اینه که ما نمیدونیم، اونم نمیدونسته، اون فیلسوف قبلی هم نمیدونسته. این یادم میاد من از یکی از بهترین شوخی‌های نصرالدین حکیم بود، یه سقراطی بوده برای خودش. مولانا نصرالدین این حقایقی رو در پرده این شوخی‌ها قایم کرد. گفتش پرسیدن از مولانا نصرالدین که مثلا این ابوقبیس بغدادی با گروه معتزله چه ارتباطی داشته و با اشعری چه بحثی با هم داشته. گفته بودی که والا من خودم میتونید بگی نمیدونم، خیلی راحت، ولی این انقدر کشش میدونم. گفتم من خودم نمیدونم، مرحوم پدرم هم نمیدونست راجع به این و من چیزی نشنیدم از مرحوم پدرم که راجع به این چیزی گفته باشه. مرحوم پدر بزرگم هم شایعه‌ای نیست که راجع به این مسئله حرفی زده باشه، ولی در اجداد ما میگن که کسی بوده که در زمان صفویه در یه مجلسی بودن، یک مجلس بزرگی از همه علمای زمان تشکیل شده، همین موضوع مطرح شده، اونام نمیدونن.
چند واقع خیلی کتابا اینجوریه. شما هر کتابی رو آدم نمی‌تونه بخونه فکر کنه میگن دانشمندان، ولی ببین آخرش چی نوشته. می‌بینی اگر آخرش داره به این نشون میده که ما کسی نیستیم، ما کسی هستیم. اینا رو قبول کنید. در افلاطون حرف اول افلاطون که من من یک روح هستم، من یک ذرات مادی نیستم که محو شدم از یه جایی محو اومدم بعد دارم میرم. ما یک کسی هستیم. من خودم یک کسی هستم شخصا، شما یک کسی هستین، ما با هم رفیق میشیم، دوست میشیم. ما خارج از این بدن، اصلا شما غافلید از بدنتون، خودتونه که ادراک میکنید، دائما ادراک میکنید. مگه شما داری راه میری غافل از خودت هستی؟ ولی هیچ فکر نمی‌کنید دست دارم، من پا دارم، فکر دارم. ما این بدن نیستیم. این یکی از حرفای مهم افلاطونه. دومی که ما جاودانه هستیم. ما به دنیا نیومدیم که بمیریم. ما برای ابدیت ما را آفریدن. علاقه‌مون نشانش هم یکیش اینه که به قول ویلیام هازلیت انگلیسی، نه این جوزف ادیسون گفته که افلاطون تو راست گفتی که جاودانگی هست، وگرنه این حرف کی را انداخت اصلا؟ این فکر کی تو سر آدم ها انداخت که ما آدم به وجود اومدیم آدم میمیریم خیلی راحت. چه نگرانی؟ این نگرانی رو کی درست کرده؟ این برای یه چیزی در درون ما شوق به جاودانگی داره، یه چیزی در وجود ما قرار داره که میگه من نابود نمیشم. اصلا تصور نابودی رو من نمیتونم بکنیم. مولانا میگه با خود ملک الموت، وقتی مرگ میاد اسرائیل میاد بالا سر شما، ما میسته اونجا سنیم چیکار بکنه؟ با خود ملک الموت بگوید هله واگرد که اینجا نکند هیچ سلاح تو سلاحی. تو اینجا میخوای سلاح چه؟ سلاح میخوای اجزا رو متفرق کنی، اجزا نداره این روح جز این نداره. تو چیکارش میخوای بکنی؟ هیچ کارش نمیتونی بکنی. این یه اقتداری به آدم میده اگر شما بفهمید که حقیقت ذات ما یک وجودی است که هیچ ارتباطی به این ماده نداره و نیازی هم به این ماده نداره. به موقعش الان داری استفاده از این ماده میکنه، اون وقت خیالت راحت میشه. اگر کتابی که داره میخونین صفحه آخرش رو ببینید که این چی داره میگه، اگر وقتتون به خود طرف نکنید. البته قبل از اینم که بخونین میتونید ببینید آیا این حرف با حرف بزرگان جهان میخونه یا نمیخونه. امروز چون اینترنت هست، آیپد هست، دسترسی به همه چیز هست، شما چک بکنید یه عقیده ای رو ببینید کی گفته کی نگفته. نگاه میکنید نه هیچ کس نیومده بگه که بله خوب آدم باید به هر وسیله هست با روز بسازه دروغ رو چی بکنه. کی گفته که بلا سر آدم هیچ بلایی سر میاد؟ بزن هر چی میتونی برای خودت از سر این در بیار، اختلاس کن، اونجا رو به نفع خودت بده ثبت بکنن، هیچ طوری هم نمیشه. اینو قبول نکن شما، هیچ آدم فهمیده این حرفو نداره. هیچ آدم فهمیده‌ای در دنیا، حتی اونایی که این کارا رو دارن میکنن، اگر بهشون میگه شما میگید من غلط کردم، من یه خونه 50 متری دارم، حالا میلیاردها ممکنه چیز دارم، من چرا؟ برای اینکه میدونه این خوبه، میدونه که آدم مال غیر نخورده باشه، زندگی رو تجاوز به دیگران نکرده باشه. آقا شما شکنجه میکنین؟ نه مردگاه شما شروع کباب میدیم مثلا به تمام چیزها، هر روز ما شروع شکنجه. اون آمریکا هم که شما برید بگن آقا تو این زندان‌های آمریکایی شکنجه میکنن، هیچ کس قبول نمیکنه. چرا؟ اینکه میدونه که بده. آدمیزاد چرا آدم یه حرفی رو بزنه که هیچ کس قبول نمیکنه تو دنیا؟ چرا ما باید یه دروغی بگیم که به هر کی بخوام بگیم سرشکستگی داره که آقا من این دروغ رو تو دفترچه خاطرات بخوای بنویسی نمیتونی بنویسی، هیچ کارش نمیتونی بکنی. انگلیسی‌ها میگن که اولا دفترچه خاطرات بنویسین، ثانیاً کارایی نکنین که نخوان تو دفترچه خاطراتتون بنویسین. من پاک میشدم من اینو میخوام بدن زری خانم بخونه، پری خانم بخونه، مرجان بخونه، پرویز بخونه. میگن که بله ایشون اونجا من اون اندیشه که فکر کردم از حسادتم شده یه جوری سر اینو کلا بذارم. اینو می‌نویسی شما اونجا؟ هیچ وقت نمی‌نویسی که من خیلی نسبت به این از اول حسود بودم و بعدم به خاطر اینکه بود رفتم این دروغ گفتم براش و اونجا زدم که اون با اون ازدواج نکنه با من ازدواج کنه. می‌نویسین اینجا چیزی شما نمی‌نویسین. معلومه که بد و خوب اینقدر واضحه و اینقدر بدیهیه که هیچ احتیاجی به تعلیمات به خصوصی نداره. بنابراین خدا بدیهی، اخلاق بدیهی، زیبایی بدیهی، دانایی بدیهی، همه قبول دارن که دانایی خوبه. تو کنگره میذارن دلیل، نمیگن آقا شما تانزانیا هستی ریاضیات قبول نیست.
ریاضیاته، همه یکسان میفهمن از هر چیزی اگر مقدماتی داشته باشن. بنابراین همه اینا بدیهیات. شما جوان‌ها هیچ مشکلی ندارین، فقط باید تلاش بکنین. اولا زیر بار حرف زور نرین، زیر بار حرفای خرافاتی این ور یا خرافاتی اون ور نرین، برین کتاب‌های خوب در دنیا انتخاب بکنین، شخصیت‌های بزرگ رو انتخاب بکنید، برید در خدمت سقراط‌های زمان. خب دیگه یه دونه دیگر هم میتونیم مطرح بکنیم. خب سوال مهمی که حالا خیلی دیر رسید به نظر سوال مهمی میرسه اینه که انسان در زندگی چقدر اختیار داره؟ مسئله تقدیر و سرنوشت به چه صورته؟ آیا جبر هست در این دنیا یا اختیار؟ و آیا تقدیر از پیش تعیین شده هست یا نه؟ اگه از پیش تعیین شده هست پس تلاش ما چه میشه؟ این سوال هم مرگوشته، برای اینکه هر کسی که داریم مثلا آیا خداوند در ازل اینو تقدیر کرده یا نکرده؟ اگه کرده پس ما اینجا چیکار هستیم؟ اگر نکرده ما اختیار داریم، پس چرا مجاز چی میشیم؟ ما اگه خودمون اختیار کردیم چرا اینجور میشه؟ اگر ما اختیار نکردیم چرا اونجور میشه؟ جوابش اینه که بعضی هم میگن ما اشعری هستیم. اشعری گفته که نه، اختیار ازلیه. معتزلی گفته که نه، این بستگی داره که انتخاب شما. اگزیستانسیالیست هم معتزله‌ای الان هستن دیگه. اگزیستانسیالیست میگه که شما هیچی نیست غیر از یه اراده و این اراده در تو وجود داره، شرطش هم هیچ چیزی نیست، تو مسئول همه چیزا تو هستی. جواب این مسئله اینه که خب من این بار قبول کنم اون بار قبول کنم، هر دوشون دلایل دارن. جوابش اینه که نه اینو قبول کنیم نه اونو قبول کنیم. آدم‌ها نباید محدود باشن. ما در یه ساحتی قبول میکنیم که همه امور تحت قدم الهی، اون در اون ساعت قبول میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونیم قبول نکنیم. و اینکه قدرت مطلق، وجود مطلق اوست، هر چی اراده کرده مشیت اوست. منتها فرق میذاره، میگه که خداوند خوشش نمیاد کسی کافر باشه، ولی در این حال کفر را آفریده. کفر را آفریده، ایمان هم آفریده، ظلمات را آفریده، نور هم آفریده. بنابراین ما از دو نظر، کفر جهل است و قضای کفر علم. مولانا میگه این که خداوند قضا کرده که کفرم باشه این از علم خدا ناشی میشه، اما این که من کافر باشم از جهل من ناشی میشه. فرق بین دو تا رو بذاریم. ما در درون خودمون میبینیم من اختیار دارم، من نمیتونم اعتراض بکنم که حالا هر کی هر چی گفته. شما احساس اختیار میکنین، خودتو مسئول میدونین، دیگرین هم مسئول میدونین. یه کسی بگه من بزنم تو گوشین خداوند در ازل مقدر که قبول نمی‌کنیم، شما قبول می‌کنین، دیگرین هم از شما قبول نمی‌کنن. بنابراین ما اختیار داریم در عالم روابط انسانی، اختیار داریم اون مثلا فراموش کنیم. یه بحث فلسفیه که ما قبول داریم که علت داره، اونم علتش هم علت داره، اختیار ما هم علت داره. بله میرسه به اختیار الهی، اون جداست. اما این که من الان تو این کاری که دارم میکنم چقدر اختیار دارم، این ولی یکی اختیار دارم. مولانا این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ایستنم. تو مگه وقتی میگی من این کارو بکنم یا اون کارو، اگه اختیار نداشتی که نمیگفتی که. یه زندانی مثلا میگه من امروز نمیدونم برم توپخونه یا برم مثلا کرج، همچین سوالی نداره که تو زندانیه. تو که اختیار داری میگی من این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ایستنم. شعرهای ما هم شما در صحبت سعدی، حافظ، مولانا باشین گاهی همه شما رو مسئول میدونن، خودشون مسئول میدونن، شما رو هم اختیار میدونن، ولی مشیت الهی هم در جا گذاشته. این آدم باید ظرفیت داشته باشه، جا بده، جا به جا اینه، جا به جا اونه. از این حیث مثلا فرض کنید که ما گناه میکنیم، از این حیث که من گناه میکنم این با کار بدی نباید این کار بکنیم، اما از این حیث که خداوند این انتخاب رو به من داده و این قدرت رو به من داده که من گناه بکنم یا نکنم، این یه امتیاز که این امتیاز رو به فرشته ها نداده. و همجد نظامی میگه این گناه خال چهره آدم، درسته که سیاست ولی به لطفش اضافه کرده. اتفاقا تمام لطف فضیلت ها مال اون معصیت ها. اگر این معصیت ها نبود هیچ کدوم اینها لذت نداشتن. تمام لذت ها مال اینکه گفتن این کارو نکنین اون کارو نکنین، تا بعد از وسط این اختیارهای شما شخصیت های آدم ها معلوم بشه که بله این اون آدمی است که فوراً تسلیم میشه، دیرتر تسلیم میشه. آدم ها قابل خریدن، بعضی هم قابل خرید نیستن.
چرچیل بود همه آدم‌ها رو توی یه قیمتی بخریم $100 500 پوند 1000 پوند 1000 پوند، ولی یک کسی هست میگن نه این نمیشه خرید. اون آدم قیمتی ترین آدم نیست که هیچ قیمتی روش نمیشه بذاره. بنابراین ما اختیار رو در جای خودش قبول داریم. جبر هم اصلا وجود نداره، برای اینکه جبر نیست که خداوند ما رو وادار کرده، شما اختیاری نداشتیم که خداوند برداره مجبور اون بکنه، مثلا اختیار نفی اختیار بکنه. حاصل این دوستا جمع جبریش میشه عشق. عشق هم اختیاره، برای اینکه شما یک کسی رو میبینید معشوقش 5 سال ندیدیش، دخترته معشوقته، تا چشت میفته میگی من بی اختیار دویدم به طرف اون. این بی اختیار یعنی چی؟ یعنی تمام اختیار. یعنی وقتی میگیم مادر بی اختیار طرف بچهش دوید، این بی اختیاره. اگه بگی جبر نیست، اختیار هم از اختیار نیست، ولی میگی بی اختیار. بنابراین جمع بین اختیار و جبر میشه عشق. عشق نقطه‌ای است که در اونجا هم با تمام وجودش انسان میخواد و هم انقدر میخواد که نمیتونه نخواد. نمیتونه این مادر الان انقدر نمیتونم الان، ولی نمیتونمش به دلیل جبر نیست که کسی اومده جلوش زنجیر بسته و میخواد محدودش بکنه. نه، شوق و شور عشق نمیذاره که کار دیگری بکنه. انشالله که شما همتون اول جوونیتونه بهترین مدل های خوب رو ارائه بدین. یکی از کارهای خوب، اگه آقا من چه کار خوب بکنم؟ خوب باش، خودش بهترین رسالته که یک کسی نگاه میکنه این آدم خوبه. این که میگن خوبی وجود نداره، نه من دختری دیدم خیلی خوبه، یه پسری دیدم خیلی خوبه، دروغ هم نمیگه، صداقت هم داره، اگه باش مشورت بکنه خیانت نمیکنه، خدمت هم میکنه، هر شغلی رو قبول نمیکنه، بدن بهادر نیست. نمیدونم بعضیا شغلشون اصلا اگه بپرسی روش نمیشه بگه که من چیکار میکنم. آقا شما چیکار میکنین؟ یا آقا داماد مثلا باید خواست داره. حالا ایشون یه کارایی میکنه، بالاخره میره میاد، یه درآمدهایی داره، اینا نمیتونه بگه که این داره مثلا از فلان چیز داره رشد یه اصطلاحیت میگن که قیمت‌های مقدمی بالاتر از اینها داره استفاده میکنه، یا داره با یه سری زد و بند کرده جزء گروه مافیایی فلان جاست. این وقتی میاد خواستگاری، مهمترین سوال خیلی از عضوان مجلس ممکنه هنوز در معرض خواستگاری خودشون و دیگری باشن. اولا من توصیه می‌کنم که هرچی زودتر زن بگیریم. هیچ این فکر نکنید که مثلا یکی از اشتباهات جوانایی که ما اول خوش‌گذرونیامون بکنیم، بعد مثلا یه سن بالاتر کسی بعد زن بگیریم. این اشتباه در اشتباه. چرا؟ برای خوش‌گذرونی فایده نداره. خوش‌گذرونی یه تصور تو ذهن شما میاد، یه باری هم روش میذاره، چه بهتر که از اول یه کسی رو پیدا کنی، یه عزیزی نازنینی، منتها بر مبانی انسانی چقدر مهربونه، چقدر مؤدبه. نه اولین سوال این نباشه که این فلان اعتقادش اینجوریه اینطوری، اولش صفات اخلاقی رو در نظر بگیریم. اون وقت می‌بینیم که خیلی میتونن، ما دوستان زیادی داریم تو دانشجویان خودمون که سال‌هاست ازدواج کردن، هیچ گله هم از همدیگه با هم ندارن، همه همدیگه رو خیلی مثل گل میپرستن، میپسندن و دارن با هم یار انتخاب کنن، نه شوهر نه زن. شوهر این آقا برو سر، بچه سرایی و اشتی پسرم میشه شوهرم شد. شوهر مفهوم چیز داره، مفهوم آقا بالا سری و زورگویی نداره. شوهر انتخاب نکنید، زنم به اون صورت نگید، یه یار انتخاب بکنید. یار انتخاب کنید که تو کجا داری میری؟ من دارم میرم، منم از هم دارم میرم، پس بنابراین میتونیم با هم بریم. زودتر ازدواج کنیم، اون از اون سر سامون میگیره، خدا به شما روزی میده، هرچی زودتر آدم صاحب تو 2 فرزند هم میتونه بشه. امروز یه روزگار چیزی نیست. بقیه شما میتونید با هم صرف بالاترین لذت‌های دنیا بکنید که اون خوندن. یه انگلیسی گفته بود من حاضرم این عادتی که دارم، من یه عادتی دارم که شبا لذت میبرم، میرم با کتاب میرم تو رخت خوابم مطالعه میکنم، این عادت رو دارم و حاضر نیستم این عادت رو با تمام ثروت مهارجای هند عوض بکنم، برای اینکه اونا لذتی نمیبرن. پا میشه میره اینجا یه توهمات از لذت، اونجا یه توهمات لذت حقیقی در فهم، در زیبایی، در دانایی. وقتی اینو فهمیدی، من خودم یادم از وقتی فهمیده بودم که این سیم
خاصیتش اینه که وقتی شما یه دونه دو میزنی توی مثلا تار که اولش مثلا دوه، این اگه خیلی آهسته بزنی فرکانسش مثلا 216 تا، اگه خیلی هم محکم بزنی 216 تا. خیلی عجیبه، آدم به نظرش مثل که نمیشه چیزی. وقتی یه زونه اینجوری میکنی 216 بار در ثانیه و اگر یه محکم هم بزنی، یک چیز بزنی، ضربه بزنی، بازم میشه 216. لذت داره. شما دانایی انقدر لذت داره که ارشمیدس از حمام لخت آورده بیرون. یعنی فکر کرده که اصلا لباسش پوشیده کرده که یافتم. چه لذت‌ها در دنیا هست که اینا گم تو این لذت‌هایی که مردم میبرن. اینا این آقای کریستیان بومان در پاریس زندگی میکنه، گفته که من شبها با خانم امیل دیکنسون بازی میکنم که 100 سال پیش زندگی میکرده. با خانم امیل دیکنسون. چرا؟ برای اینکه اونجا هیچ یک از این اشرت سراهایی که در پاریس از کاوالریدو و نمیدونم شانزلیزه و اینا، هیچ کدوم همچین جنسی رو ما نمیدن. اونا ارتباط پوست با پوسته، اینجا ارتباط روح با روحه. اینجا من خانم امیل دیکنسون رو در آغوش میگیرم، من با او عشق بازی میکنم. چرا؟ برای اینکه حس میکنه آدم تمام وجودش پر از انرژی و فهم و شوق و شور و امید میشه. گفته من با اینا عشق بازی میکنم. شما عشق بازیاتون رو اشارهش رو بیارین بالاتر، اینا رو هم پایینی‌ها رو هم سلب نمیکنن. اتفاقا آدمایی که سطح بالا لذت میبرن، سطح پایینی رو قدیری که لذت میبرن. چون که صدامات 90 هم پیش ماست. از غذای خوب، فضای خوب، باغ خوب، از همه اینا میوه خوب، اینا لذت میبرن. لذت اصلی آدمیزاد زیبایی و دانایی و نیکویی.